بر طبل جنگ می‌کوبند، آماده باشید. ابرقدرت‌ها دست به ماشه روبروی هم ایستاده‌اند. چین و روسیه رزمایش سلاح‌های اتمی را به نمایش می‌گذارند. همه اینها از فاجعه‌ای عظیم خبر می‌دهد که طبق احادیث سبب نابودی 2/3 مردم یا نابودی 5 نفر از هر 7 نفر می‌شود. دلیل اختلاف اعداد این است که این نابودی به تدریج اتفاق خواهد افتاد. ابتدا انفجارهای هسته‌ای، بعد تشعشعات و کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی و طاعون سفید، یعنی بیماری‌های واگیردار و گرسنگی. نشانه بروز این اتفاق در احادیث آل محمد علیهم السلام با جنگ 12 روزه ایران گره خورده بود. همان ستون آتش مشرقی که با دیدنش باید آذوقه 1 سال را ذخیره کرد. امام باقر علیه السلام می‌فرماید باید قبل از قائم سالی باشد که مردم در آن گرسنه بمانند، بلکه با ترس و مرگ زیادی همراه است.